بشیر نام که چی است؟ آرش جان روز چند کار میکنی؟ روز در پا 20 رپا. خب دیگه کس کار نمیکنی در فامیلتان؟ نه. خب باز دیگه در پای 20 رپا میتونی که خانه رو بچلانی؟ نه. باز چی میکنین؟ نکن گریه نکن. خب ما رو خانه تان میبری؟ خب بریم خانه تان. که تو شام گریه نکن دیگه. گفتی که روز در پای 20 رپا کار میکنی باز دیگه کرای خانه تو پره کده میتونی؟ نه. باز چی میکنین؟ بالا مفروشم. آره جان خیلی به ما بگو آرزوی بزرگی چی است؟ دیگه آرزو داشته باشی؟ یاد بذارم لای آرزوی چی است؟ آرزوی بزرگی چی است؟ کار کنم که بیادرم نان ببرم. کار کنی که نان ببری؟ من برای آرزوی تو پوره میکنم. خب؟ ایت کدام روز شده که شب نان نخورده باشین گوش نباشین در خانه؟ بازم تو گوش نخواهیشین؟ درست است. خیلی نان میریم به مواد غذایی میخریم برای خانه تان میریم. صحیح است؟ صحیح است. و اگر تانستیم کرای خانه تانم میدیم. خب جانم دیگه نکن. چو بینی یتیمی سرافکنده پیش مده بهزه بر روی فرزند خویش. الا تا نگیرید که عرشی عظیم بلرزد همه چون بگیرید یتیم. شاعر میگوید چو بینی یتیمی سرافکنده پیش، یک شخصی را میبینی که بیچاره پدر میخواست مادر میخواست لیکن با قضای اللهی اون مادر و پدر خدا گرفت. مده بوسه بر روی فرزند خویش. بچه تا در پیش او نوازش نکن، بچه تا در چهره و رخساره های او بوسه نده که دل او درمند میشود و هم یاد پدر و مادر میکند. الا تا نگیرید که عرشی عظیم بلرزد همه چون بگیرید یتیم. وقتی یتیم گریه میکند عرش پروردگار لرزش میکند، عرش می جنبد، خداوند ناراحت میشه. والله الذي لا اله الا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله